علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان، ما همچنان که شما آگاهی دارید در برنامه نوبتی پخش مستقیم مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. موضوع صحبت ما امروز درباره ایمان و اسلام است. من در این صحبتی که دارم به قدر اوسه طاقتی که دارم درباره ایمان، معنای لغوی ایمان چیست، در اصطلاح چی معنا داره، اسلام در لغت و در اصطلاح چی معنا داره، ایمان چند رکن دارد از جهت مؤمنون بهی و ایمان در اصطلاح شریعت چند رکن دارد، و یا ایمان طبق مذهب حضرت امام اعظم کم و زیاد می شود، یا عمل از جمله ایمان است یا نه، یا ایمان و اسلام یک است. خلاصه در همین موضوع صحبت می خواهم به سمع شما به قدر وسع طاقت دارم برسانم. ایمان در لغت به معنای تصدیق است، یعنی گردانیدن مخبر صادق. همین چی میگن؟ ایمان میگن. ایمان در اصطلاح تصدیق همه آنچه که آورده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نزد خداوند، اجمالاً و تفصیلاً. اجمالاً به طریق عموم و تفصیلاً به طریق خاص. هر چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده است همون را باور کردن را چی میگن؟ ایمان میگن. و ایمان، اسلام در لغت به معنای انقیاد، خضوع و در مقابل یک چیز خضوع کردن، بیچاره گرفتن است. و در اسلام در اصطلاح شریعت قبول همه اون چیزی که آورده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نزد خداوند و واسطه جبرئیل علیه السلام. اینا میگن اسلام در چی؟ در اصطلاح. ایمان به اعتبار مؤمنون بهی 7 رکن دارد. همچنانه که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت میکنند و یک روز در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، ناگاه یک انسان پیدا شد که او را یگام تایما در اهل مجلس صحابگان نمیشناختیم، یکی در او اثر سفر دیده نمیشید، لباس های تازه، یگام همه جاشون خوب تازه و آزاده. عادتا مسافر موهاش جنگیلک می شود یا لباساش غش می شود، اون کسی خیلی نبودن و آمدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زانی شونه به زانی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رساندن و گفتند من ایمان یا رسول الله، ایمان چیست یا رسول خدا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. گفتند بعد او مرد گفت صدقت یا محمد، گفت راست گفت تو ای محمد علیه السلام. ما میگه از سوال جواب او در تعجب موندیم که این گفته انسان میگه که پیشتر خبردار باشه که تو راست گفته. باز سوالشون ادامه دادن، گفتن من اسلام یا رسول الله، اسلام چیست؟ گفتن الاسلام بنی الاسلام علی 5 شهادت ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع سبیلا الیه السبیلا. گفتن اسلام چی است؟ اکنون کلمه شهادت دادن که غیر از خدا دیگر معبودی بر حق نیست، محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بعد 5 وقت نماز در یک شبانه روز برپا داشتن و زکات دادن، ماه شریف رمضان داشتن و حج خانه خدا کردن. هر کسی را قدرت و توانایی باشد یک بار دوام حج کردن. گفتن اسلام عبارت از همین است. بعد در دوام سوالشون با گفتن که متى الساعه یا رسول الله، ساعت یعنی قیامت کی می شود؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن من مسئول باعلم من السائل. گفتن مسئول از سائل عالمتر نیست، یعنی که علم قیامت نه من نه تو هیچ کس غیر از خدا دیگر هیچ کس نمیدونه که قیامت یقینا کی می شود. بس گفتن اخبرنی عن اماراتها، گفتن از علامت های روز قیامت به من خبر بدید که علامتاش چیه.
بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث گفتن که انا انت لید الامه ربتها، گفتن انا مثلا چوری تربیتگر شو تولد میکنه. یعنی کنایه شارح های حدیث میگن که عبارت از همین که در آخر زمان انا مسلمان ها همه جا را ضبط میکند و اسیرها شهید پیدا میشود، چوری ها پیدا میشود، از اونها فرزندان تولد میشوند، انا اونها گویان که مادرش تولد کردگی میشود. یا عبارت از احترام در مابین کلان و خردسالها و مردها میروند، در مابین آداب اخلاص احترام و حرمت به یکدیگر، در مابین پدر پسر، یعنی پسر در نسبت به پدر احترامشون گم می شود، دختر نسبت به مادر احترامشون گم می شود، اخلاق حمیده این مابین می رود. انا وقتی که همین حالت ها را که دیدی و انسان هایی که کم بغل بودن، چوپان بودن، سرلیچ و پایلیچ بودن، اونها را می بینی که در خانه ها تفاخر میکنن، خانه من از خانه بلند شود، خانه من از خانه فلان خوشبوتر زیباتر شود. گفته همین خیل مردم که دیده، بعد شما یقین کنید که قیامت نزدیک است. بعد در دوام این سوال عمر گفت من احسان یا رسول الله، احسان چیست؟ گفت الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. گفت که تو عبادت کن خدا را در همین خیل حالتی که خدا را گویا دیده ایستاده، اگر تو خدا را نبینی او تو را میبیند، حاضر ناظر. گفته جواب دادن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه که ادبر الرجل، میگه عمر بعد گشت رفت. از حیران شدن ما از سوالهای و حالت ما حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید. گفت یا عمر آیا تو میدونی یا شناختی که این کس کیه؟ من گفتم یا رسول الله خدا و پیغمبر میدونه که این کیست. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ گفتن ذاک جبرئیل یعلمکم دینکم. انا گفت این جبرئیل است، شما را دین شما را تعلیم داد. که عبارت دین ای همون سه مقام عبارت است، یکی ایمان، یکی اسلام، یکی احسان. بعضی علما میگن مقصد اهم احسان چیه؟ یعنی تصوف علم اخلاق. انا همین عبارت اسلام از همین عبارت است. برای همون حضرت امام اعظم رحمت الله علیهم در کتاب فقه اکبرش میفرماید که همون ایمان چیه؟ ایمان آوردن، باور کردن به خدا، باور کردن به ملائکه‌اش، باور کردن به پیغمبرانش، باور کردن به کتاب‌هایش، باور کردن به تقدیر نیکی و بدی، باور کردن به چی؟ به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن. که در حدیثی که حاضر ما پیشتر گفتیم والبعث بعد الموت نیست، نه که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتابشون والبعث بعد الموت آورده است. از کجای دلیلشون همینه که والبعث بعد الموت یعنی زنده گردانیدن بعد از میرانیدن یک پونکتی به ایمان آوردن به روز آخرت داخله. ایمان آوردن به روز آخرت پونکت های بسیار داره. یکی از جمله هم پونکتش ایمان آوردن به چی است؟ ایمان آوردن به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن است. برای همون که اینجا علما میگن که عطف خاص بر عام شده، که عام و یوم الاخره خاص و البعث بعد الموت. و علاوه بر این در دیگر حدیثی که حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند درباره ایمان گفتن که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و همجده و دجای یوم الاخری و البعث بعد الموت. گفته در ظاهر حدیث، در لفظ حدیث همین خیلی و البعث بعد الموت در دیگر روایت آمدگیه. برای همون محترم عزیزان خلاصه ایمان به اعتبار مؤمن بهی و اعتبار این چیزهایی که ایمان آوردن به همون چیزها فرض است، باید که 7 تا عامل باشد. 7 تا. یکی ایمان آوردن به چی؟ ایمان آوردن به خدا، ایمان آوردن به ملائکه ها، ایمان آوردن به پیغمبران، ایمان آوردن به کتاب ها، ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی همه از جانب خدا و ایمان آوردن به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن. محترم عزیزان برای همین که چیزهایی که گفتیم ایمان آوردن به این چیزها فرض است. مبادا یک کس بگه که من به همین فلان چیز ایمان آوردم، نه که ایمان به تقدیر ندارم، یا ایمان به کتاب ها ندارم، یا ایمان به پیغمبر ندارم، یا که همین خیل اگر باشد یا ایمان به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن ندارم، اگر باشد همین خیل بگه او ایمانش قبول نیست، برای که برای
اصل ایمان از همین 7 چیز عبارت است. همین 7 چیز اگر باشد بعضیش قبول کنه بعضیش قبول نکنه، ایمان او قبول نیست، او مؤمن حسابیده نمی شود. برای با منزله علما میگویند در کتابو که یک آدم یک روزه بگیره و بعد بگه که روزه گرفتم، انا همین روزه را که بعضیش روزه بگیره که روزه حساب نیست، انا یه آدمی که بگه که من بعضی چیزهای ایمان بگیره ایمان و بعضی استنه و قبول نمیشه. لبای بچه جون. سلام علیکم. و علیکم السلام. باش مستقیم. بله. یک سوال داشتم. میشنوم. درباره اسلام معلومات میدونید؟ سلامت باشه. ما با همراهتون در پاسخ هستیم. محترم عزیزان، برادر سوال داد درباره اسلام معلومات ده. ان شاء الله حالی بعد در دوام صحبت ما بیان میکنیم که درباره اسلام چی معلومات ها داریم. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت نامه اش میگوید که اسلام ایمان چی است؟ ایمان اقرار به زبان و تصدیق به دل است. یعنی ایمان در اصطلاح شریعت دو رکن دارد، یکی اقرار به زبان، یکی چی است؟ و تصدیق به دل است. اگر اقرار باشد تصدیق به دل نباشد، اگر تصدیق به دل باشد بشناسد نیکی محمد رسول نگه، این ایمانش قبول نیست. محترم عزیزان، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب خودش وصیت نامه‌اش بیان میکنه اگر اقرار به تنهاییش ایمان میبود، خداوند جل و علا منافق‌ها را مؤمن میگفت. که در ابتدای اسلام وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره رفتند و دولت اسلام را اونجا ساختن، بنا کردن، انا در اونجا وقتی که هر روز تابعین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روز به روز زیاد شدن گرفتن، در اون مدینه منوره جهودها زندگی میکردن. در اونجا با انسان‌هایی بودن که منافق بودن. منافق یعنی ظاهرشون دیگه، باطنیشون دیگه، امیرا منافق میگن. یعنی بنی قریظه، بنی قیقاع، بنی نذیر، اونجا بودن 3 قبیله کلان جهودها زندگی میکردن. او آدم‌ها همش بودن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که حکومت اسلام که همو برپا کرد، همه مردم جمع کرد و برادرای عزیز، هم دیاران، اینجا این مملکت مدینه منوره وطن همه ما و شما است. برای هر یک کسی که دشمنی که ای بیرون کسی که بیاید، برای هر یک فرد ما ضرور است که برای وطن خودمون مرز و بوم وطن حمایت کنیم و برای مرز و بوم وطن جان فدایی کنیم. گفتن که ما هممون یک جا زندگی میکنیم، باید که عهد بستن و خیانت ای کدامون صادق نشود. شما قدیما با همراه شما در همینجا زندگی میکنیم. یکی مبادا اگر باشد خیانت ظاهر شود، بعد جزای خیانتتون ببینید. گفته در اول همین خیلی عهد کردن، لیکن از جانب اون گروه‌های قبیله‌های کلان اما خیانت صادر شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را بعد از مدینه منوره شروع کردن، بدرقه کردن، سین خیبر، سین شام، دیگه شهرها رفتن مدو. انا در همونجا یک گروهی بودن که اونها را به نام منافقین یاد میکنند. اونها میگفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را باور نداشتن، لیکن وقتی او گفتن که هر روز تابع حضرت پیغمبر زیاد میشود، اونها به خود مصلحت کردن، گفتن که میریم محمد با همراهی یارانش فن میکنیم، میگیم که تو در حقیقت رسول خدای میگیم و نیکی او ایجا رسولای وان گنگ و انسانای گفتن یک دیگر قد خیلی مصلحت کردن. بعد پیش حضرت پیغمبر آمدن، گفتن که اینک لرسول الله، تو رسول خدایی. گفتن برای این داشتن ایمان سلامت موندن خودشان. خداوند جل و علا حال او را آشکار کرد، به رسول خود و حبیب خودش خبر داد که در قرآن به نام یک سوره به نام منافقون نازل که خداوند جل و علا در آیه 1 سوره منافقون می‌فرماید: استعیذ بالله و اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. صدق الله العظیم. در این آیه مبارکه خداوند جل و علا بیان کرد که وقتی که منافقا بیاین بگن که تو بگن که تو در حقیقت رسول خدایی، خدا میدونه که تو رسول خدایی، منافقا در شهادتشان دروغگوین. خداوند جل و علا آشکار اعلام کرد. برای چی؟ برای اونها در دل پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصدیق نداشتن، باور نداشتن. خداوند جل و علا چی گفت؟ کاذب گفت. و در دیگه آیه قرآن
راست استعیذ بالله. خداوند جل و علا میگه که این المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، البته منافقان در طبقه پایان ترین دوزخ فردا روز قیامت قرار میگیرند. و تصدیق هم به تنهاییش ایمان شده نمیتونه. اگر ایمان میبود خداوند جل و علا اهل کتاب و مؤمن میگفتند. حالا که خداوند جل و علا در سوره بقره آیه 146 میفرماید استعیذ بالله والذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اونی که ما انسان‌هایی که کتاب دادیم میشناسن پیغمبر رو همچنین. سلام علیکم آقای علیکم السلام و رحمت الله. برادر اخو دیگه پخش مستقیم یک سوال شید مادر. سلامت باشه. میشنوم. میگه یک ایمان از اسلام چی فرق داره؟ بارک الله. همین حضرت جان جواب بود. خب در پاسخ هستیم. برادر عزیز سوال می‌کنه که فرق ایمان و اسلام. ان شاء الله در پاسخ در دوام صحبت من جواب می‌گردونیم. و خداوند جل و علا در قرآن خبر داد که آنچه ذاتانی که ما کتاب دادیم میشناسن پیغمبر و همچنانی که فرزنداشون یقینا میشناسن که ایخچانن، اونا هم یقینا پیغمبر رو میشناختن که حقیقتا پیغمبر آخر زمانه، زیرا پیغمبران اوها خبر داده بودند. این واقعه در صحیح بخاری در قصه ایمان آوردن حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روایت است که حضرت سلمان فارسی خودشون روایت میکنه که ما وقتی که آتش پرست بودیم، اساسا آتش پرست ها همون خیلی عقیده داشتن که یک کلانشون فرزندشون باید که همون علاوه در بگیرونن تا اینکه خداشون نمیبره آتش خدا میگفتن. من میگه همون آتش کرده ده آتش در میگیروندم. یک روز بعد یک شب هم تا او را آتش در گیروندم و قریبی مونده یک معبدی همون اهل کتاب بود. رفتم دیدم که او را عبادتشون طرز عبادتشون نظر به طرز عبادت ما خیلی افضل تر بود. همون را بسیار متاثر شدم. بعد درک من یافتن بسیار سخت زجر کردن ما را چی کردن بسیار در نظارت گرفتن. خیلی خلاصه بعد من میگم یک قافله که از طرف همون یهودها از طرف مدینه منوره اومدگی بود. من از اینجا میگم ای پدر و مادر گریختم با همراه همون رفتم و قافله درفتم و قافله بودگی ما را همچون غلام گفته در یهودهای مدینه منوره فروختن. من میگه در همونجا خدمت میکردم. یک روز در بالای همون خیرما خدمت میکردم، خیرما میشوندم که ناگاه همون یهودها خودشون کلاناشون آمدن گفتن این همون خبری که پیغمبر آخر زمان محمد همون اومده است، این دعوتشون ظاهر شده. او همون چیزی که گفتگی بودن همون کلانامون همون محمد دعوت ظاهر شد گفته تا تشویش دختن. من میگه فرو اومدم گفتم چی گپای؟ ما من حای کردن گفتن ترا چی خیلی گپو چی تو برا ایدون ای پشت کارات چا. بعد وقتی که اوها در همون کلامهاشون خبر دادن که پیغمبر آخر زمان از عرب ها میآید، نامش محمد است، در پشتش مهر نبوت است، محمد رسول الله. صفت شمیه که هدیه را قبول میکنه صدقه را قبول نمیکنه. این گپ ها این خبرهاشون پیغمبراشون عالماشون خبر کردگی بود. اینا من در تعلیمات او شنیده بودم، دیده بودم، فهمیده بودم. برای تحقیق کردن وقتی که این خبر که رسید بعد میگه شب او کلانا خوب بودن. بعد یک نمولده ایخ خرما گرفتم. بعد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگو کردم در مدینه منوره گفتم پیششون رفتم دادم همون نمونه که گفتم این صدقه برای امتحان که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما صدقه را قبول نداریم. خیلی خلاصه دست اومدم با روز دیگر برای تحقیق کردن و رفتم گفتم این هدیه نباید. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال بودم میشنوم. میگفته که عمل جز ایمان است یا نه؟ سوال یکم. بارک الله. سوال دیگه آیا ایمان کم و زیاد میشود یا نه؟ سلامت باشید. انشاءالله ما در پاسخ هستیم. برادر عزیز سوال میدید که عمل آیا از ایمان هست؟ سوال دیگرش آیا ایمان زاید و کم می شود؟ انشاءالله در پاسخ در جواب هستیم.
بعد حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه میگه که گشتم اومدم روز دیگه میگه با همون خیل این کلونا مولاهامون صاحب چیمون مولانا خوب کردم با رفتم. بعد این میگه رفتم گفتم این هدیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه قبول کردن. ما کار کردم کوشش کردم همون مهر نبوت در پشتم دیدم. وقتی یقین حاصل کردم که همون خبرهایی که پیغمبران اهل کتاب خبر کرده بودن در کتابهاشون علماشون خبر کرده بودن این علامت ها را که یقینا دیدم. بعد رفتم که گفتم چی میگم که من اسلام باید که بگم به اسلام داخل شم. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اگر تو در اسلام قبول میکنی بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد میگه همین کلمه را گفتم ایمان که در اسلام قبول کردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد صحابگان گفت که اگه برادرتون اسلام احکام اسلام چگونگی اسلام بیان کنی بفهمونی. خلاصه بعد همونجا هر روز میرفتم و همون اسلام تعلیم میکردم. یک روز از اسلام آوردنم این میگه مولا خبردار شد گفت که اگه ما خبردار شدیم تا اگر بشرتی میخواهی که اگر در اسلام باشی مسلمان باشی یک خبری در نظر او در فکرشون او یک چیز وزبین گویا کرد که این چند سال خدمت بکنه نمیتونه. گفت که انا صحرا ده انا میخوام خدمت بکنی همون خدمت با میوه که درآمد بعد تو آزاد میکنی. گفتم من بگی خبر داد. این خبره پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتم رسوندم که مولا هم خیلی میگه. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودشون صحابگان گرام همش گرفتن خیستن چند خیمه‌ای گرفتن رفتن شنوندن. انا بنامی همون اونجا باغ درست کردیم انا او بعد در میوه دوخت. بعد مولا آزاد کرد. وقتی که مور آزاد کرد بعد به قول حضرت پیغمبر مسلمان شدیم. انا از همین موقعی که حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه طریقه ایمان آوردنش حقیقت اسلام در چه در اون واقعه ها را یک در کتاب صحیح بخاری خبر کرده گیه. انا از همین خبرها معلوم است که تا اگر به شرطی بدیل بفهمی و با زبان انک لرسول نگوی ایمان قبول نمیشه. محترم عزیزان برای خداوند جل و علا در قرآن خبر میدهد این خبرها را. انا او برادر عزیزی که سوال کردن که انا اسلام چیست؟ اسلام برادر عزیز خضوع و انقیاد است. اسلام معناش خضوع و انقیاد است. معنای اصطلاحیش قبول همه احکامی که از جانب خداوند جل و علا و واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است. قبول همه احکام چیه؟ عبارت از چیه؟ اسلام. یعنی برگردن گرفتن نماز خواندن روزه گرفتن زکات دادن حج کردن ان همونها چیه؟ اسلام عبارت از همین چیزی که 5 رکن داره. همچنین گفتیم ایمان 7 رکن داره اسلام 5 رکن داره. برادر عزیز در دوامش گفتن که اسلام 4 رکن داره. عبارت اسلام ای 5 رکنه. یکی کلمه شهادت، یکی برپا داشتن 5 وقت نماز در مثال در یک شبانه روز، یکی زکات دادن، یکی مثلا چی روزه داشتن، یکی حج کردن. محترم عزیزان برپا داشتن نماز از نماز خواندن فرق دارد. در جایی که اگر بشه درباره اسلام آمدگی باشه در حدیث های مبارک حضرت پیغمبر در آیات های قرآنی اقام الصلاة آمده، یعنی برپا داشتن نماز خواندن. فرقش اینه که برپا داشتن نماز در کتاب ها در تفسیر میگه که ای رعایت کردن تمام شرایط های از نماز که عبارت از فرض، واجب، سنت، مستحب همه چیزا رعایت کردن. وقتی که همه چیزهایی که نماز رقمش رعایت کردی کاملا رعایت کردن و برپا داشتن نماز میشه. نماز خواندن گفتن با کمبودی نماز خواندن نماز خواندن میشه. یکی وقتی برپا داشتن نماز گفت برپا داشتن نماز از نماز خواندن همین فرق داره که کاملا تمام جزءهای همون نماز رو اطراف نماز رو رعایت کردن که عبارت از فرض ها، واجب ها، سنت ها، مستحب ها. محترم عزیزان در جایی که باشه در حدیث حضرت پیغمبرم در آیات های قرآنی هم اقام الصلاة آمدگی نماز خواندن آمدگی نیست. محترم عزیزان انا برادر عزیزی که گفتن که آیا ایمان زاید کم می شود، در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ایمان زاید کم نمی شود. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت‌نامه‌اش
چنین بیان میکند که ایمان زاید کم نمی شود، زیرا زاید شدن ایمان را تصور کرده نمی شود مگر به کم شدن کفر، و زاید شدن کفر را تصور کرده نمی شود مگر به کم شدن ایمان. چگونه تصور کرده نمی شود یک انسان در یک حالت هم مؤمن باشد هم کافر؟ کسی مؤمن باشد در حقیقت مؤمن است، کسی کافر باشد در حقیقت کافر است. همچنان که در ایمان مؤمن شک نیست، این چنین در کفر کافر شک نیست. خداوند جل و علا در سوره انفال آیه 14 می‌فرماید استعیذ بالله اولئک هم المؤمنون حقا، و در حق کفر کافران در آیه 151 سوره نساء می‌فرماید اولئک هم الکافرون حقا، البته آنها در حقیقت کافرند. ولی اما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دهان سخن بیان می‌کند که ایمان اهل آسمان و زمین، ملائکه ها، اهل زمین، جن ها و انسان ها در چی برابر هستند؟ در اصل برابر هستند، لیکن در صفت فرق دارند. لیکن در اصل چی است؟ برابر است. اصل ایمان چی است؟ همون 7 ایمان 5 اسلام است که البته برابر است. اگر باشد کدامش که در این اصل از همون پیغمبر سر کرده از صحابه تا عادی‌ترین مسلمان برابر است. اگر زیرا همون 7 ایمان بگوییم ایمان یا 5 اسلام یگم تش اگر قبول نکنه او چی از دایره اسلام میبره. محترم عزیزان، لیکن در صفت فرق دارند. در صفت یکتاش فاضل‌تر، صدقش بسیارتر، یکتاش بسیارتر نماز خوانده، یاد چی فرق دارند. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون گفتن که اگر ایمان تمام صحابگان رو تا آخر زمان اگر امت محمدی را جمع کنیم در ترازو یک طرف زمانیم، ایمان ابوبکر در طرف یک طرف مانیم، لرجح ایمان ابوبکر گفتن. ایمان ابوبکر زیاد میشود، وزنی میکنه. این در چیه؟ در صفت ای محترم عزیزان. حضرت مولانا عبدالغنی غنیمی شارح متن عقیده طحاویه بیان میکند یک صورت یک مثال ای علم منطق مثال میاره که مثلا در علم منطق میگه که من انسان، ای من حقیقت الانسان، حقیقت انسان عبارت چیه؟ میگه که الانسان حیوان ناطق، حقیقت انسان اصل انسان عبارت در حیات ای، هر چی که حیات داشته باشه، هر چی که مثلا ناطق باشه و انسان ای. لیکن برابر است که او در صفت فرق داره که او خواه مرد ای، خواه زن ای، خواه قوی ای، خواه زیبا ای، خواه عالم ای، خواه جاهل ای، خواه ولی ای، همه در اصل ایمان در حیوان ناطق بودن برابر ای، لیکن در صفتاشون فرق میکنه. یک از عالم ای، یک از جاهل ای، یک از پهلوان ای، یک از کمبغل ای، یک از بوی ای، یک از مثلا انا عالم حدیث ای، یک از عالم فقه ای، لیکن در صفت ها اینا فرق دارن. همچنانه که تمام مسلمانان همه که چی اهل ایمان خود چی آسمان باشد خود زمین همه در اصل برابر هستند، در صفت فرق دارن. السلام علیکم. السلام. اصلا دوله یک سوال بشه نشنم نشنم بشه جان. اثبات ایمان و اسلام با چی ثابت شده است؟ سلامت باشید در پاسخ هستیم خدمت شما. برادر عزیز میپرسه که اثبات اسلام و ایمان در چی است؟ از آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر میگه بیان کنید. اما اثبات ایمان اما آیه 288 سوره بقره و تنجیم آیات های قرآنی آمده است که استعیذ بالله آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسول. و حدیثی که ما پیشتر گفتیم روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است که گفتن من ایمان، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته الی آخره. همین دلیل حقیقتی ثابت شده، اثباتش همینه. بعد او برادر عزیز انا که در صفت ایمان چی داره گفتیم؟ برای هم حضرت امام رحمت الله میگه که مؤمن ها در ایمان یعنی در اصل ایمان برابر هستند، لیکن متفاضلون فی الاعمال، در اعمال چیه برابر هستند. گفته بیان میکنند حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش. و او برادر عزیز با در دوام سوال گفتن که آیا عمل از ایمان است؟ برادر عزیز عمل جزء ایمان نیست، بلکه ایمان اصلش، حقیقتش، رکنش عبارت از دو چیز است. یکی اقرار به زبان، یکی تصدیق به دل. ایمان عمل در اصل ایمان کار نداره، بلکه عمل صفت است.
حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب وصیت نامه‌اش بیان میکنه که عمل از ایمان نیست و ایمان از عمل نیست. زیرا در اونجا مثال ها میاره که پروردگار پاک از ذهن حایز نماز رو برداشته است. گفته نمی شود که پروردگار پاک ایمان رو برداشته است. اگر باشد عمل جزء ایمان میشید همین قول گفتن درست بود. یا که نباشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که ترک کن روزه ات رو بعد از آن قضا بدار. یا زنه که حایز گفت من حیض دارم چیکار کنم؟ گفت روزه ترک کن، بعد وقتی که پاک شدی بعد روزه قضا میداری. نگفت که ترک کن ایمانت رو بعد از آن قضا بدار. ولی اما صحیح نیست بگه که ترک کن ایمانت رو بعد از آن قضا بدار. اگر باشد عمل از جنس ایمان میشید، جزء ایمان میشید، درست بود. همین بگو که ترک کن ایمانت رو بعد از آن قضا بدار. یا که در مثال ها بر داده‌ها گفته است که بر فقیر زکات نیست. اینجا درست نیست بگویی که بر فقیر ایمان نیست. اگر باشد که همین عمل جزء ایمان میشید، درست بود بگویی که بر فقیر ایمان نیست. ولی همون چی است؟ مثال هایی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیان کرده است از همین است که عمل چیه در تمام ایمان کار نداره، بلکه چیه صفت از حقیقت بیرونه. همچنان که ما گفتیم که حقیقت انسان حیوان ناطقه، بعد انا مثال که عالم بودن، زاهد بودن، کاتب بودن، ولی بودن، عالم بودن، یا چیه صفت هاشه. همچنان که ایمان اصلش چیه اقرار به زبان و تصدیق به دل. این عمل چیه جزئی انا چی است؟ انا صفت شه. خداوند جل و علا در لغات عرب، در زبان نحو عرب چی میکنن؟ میگن بیان میکنه که عطف غیر معطوف علیه است. مثلا معطوف دیگره، معطوف علیه دیگره. مثلا میگه که جاءنی زید و عمرو، زید آمد و عمرو آمد. زید دیگره، عمرو آمده. در جایی که در قرآن گفتگی باشد عمل به ایمان عطف داشتگیه. انا می عطف خودش مغایرت میخواه که ای اصل ایمان نیست. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات گفته همین عمل به ایمان عطف داشتگیه. انا همون عمل به ایمان عطف داشتن خودش دلیلی که از حقیقتی عمل جزء ایمان نیست، از حقیقت ایمان نیست، بلکه صفت ایمان. محترم عزیزان، ما درباره اسلام گفتیم معنای لغویش و اصطلاحی و درباره رکن اسلام گفتیم عبارت از همین است. آیا یک چیزی آیا ایمان و اسلام یک است؟ در اینجا علما دو نظر دارند. علمای اهل سنت و جماعت میگه که ایمان و اسلام یک است. دلیلشون چی میکنن؟ سوره وزاریات آیه 35 و 36 سوره وزاریات درباره قصه حضرت لوط علیه السلام که حکایت میکند خداوند جل و علا استعیذ اخرجنا من کان من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت. و در همینجا یک جدا خداوند تعالی یک قوم مؤمن گفته است، یک قوم مسلم گفته است. السلام علیکم. السلام. بخش مستقیمی برنامه آنلاینی باشه؟ بله بله. سوال داشتیم خودتون که روشنی سلامت باشید. خب اگر انسان تنها به خدا ایمان بیارد آیا مسلمان به حساب میره یا اینکه نه؟ بله سلامت باشید. با دلیل میفهم. خود در پاسخ با شما هستیم. سلامت. پیشتر بیان کردگی بودیم. اینکه برادر عزیز جوی که باشه گپای ما رو نشنیده بود سوال داد که آیا به خدا ایمان بیاره و به دیگر چیزها ایمان نیاره آیا اون مؤمن میشود؟ نه. محترم عزیزان، ایمان گفتیم در شریعت 7 رکن دارد. ای همه 7 رکن یک تاشت اگر باشد ایمان نیاره او ایمانش قبول نیست. همچنان که کتاب خدا بیان میکند که به منزله یک آدمی که یک روزه نیمشه روزه بداره، روزه نیمشه بخره، روزه حساب نمیشود، این آدم هم اگر مؤمنون بیهوده بعضیش ایمان بیاره بعضیش نه، اگر یک تاشت هم اگر باشد ایمان بیاره او چی نیست؟ ایمان نیاره، او ایمانش قبول نیست، بلکه او را مسلمان گفته نمیشود. هر کدامش فرض عینه که باید مؤمنون بیاره، هر کدامش قبول کنی ایمان بیاری، اگر ایمان نیاری نمیشود، ایمانش صحیح نیست، ایمانش قبول نیست. محترم عزیزان، محترم عزیزان، ما گفتیم که علما درباره ایمان و اسلام یک بودنش دو گروه میشوند. علمای اهل سنت و جماعت میگن که ایمان و اسلام یک است و علمای اهل بدعت
از جمله خوارج، از جمله معتزله ها، از جمله انا روافض میگه که ایمان و اسلام فرق داره. دلیل علمای اهل سنت که ایمان و اسلام یک است، آیه و زاریات سوره 35 و 36 آیه و زاریات است که خداوند جل و علا میگه که فاخرجنا من کان من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در یک جا یک قوم گفته است که بس ما خارج کردیم از همون قریه ایلور شخصی که بود از مؤمنین، بس نیافتیم در همون قریه غیر یک خانه از مسلمان. گفته یک قوم در یک جا گفته مسلم، در یک جا گفته مؤمن. همین دلیلی که ایمان و اسلام یک است. حضرت درباره اطلاق ایمان به اسلام در احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار وارد شده. ملابی سلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشین. حالا سوال داشتیم. میشنوم. همین برادران پرسیدن که همین آیا برای قبول عمل یگان شرط ها وجود داره؟ برای عملی که کس عملی که میکنیم عمل خیر سلامت باشه. سلامت قبول شما ما رفتن نقطه ان شاء الله در پاسخ هستیم با شما. این برادر میپرسد که برای قبول عمل یگان چه شرطی؟ بله برادر عزیز، برای قبول عمل شرط همین چیه؟ ایمان است. اگر باشد انسان ایمان نداشته باشد، هر عملی که میکنه او عملش قبول نیست. اخلاص، خلوص نیت شرط است برای قبول ایمان. ایمان شرط است برای قبول ایمان. خلوص نیت شرط است که باید که نیتمون خالص فقط هر عملی که میکنیم او فقط رضایت خدا باشه. اگر باشد در عملمون، در دلمون، در مقصدمون برای ریایی باشه یا که برای شنواندن باشه یا عجب باشه، او خیلی عمل در درگاه خداوند جل و علا ارزش و قدر و مکافات نداره. محترم عزیزان، در احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید ها شده که بعضی انسان هایی که مقصدشون هم ریاکاری باشد، مقصدشون شنوانده باشد، فردا روز قیامت یک گروه مثال سخیار میاره اسیار میگه شما چیکار کردی؟ میگه پروردگارا تو دما مال دادی، مال ما در راه خدا صرف کردم. میگه نه، تو صرف کردی که مردم بگن سخیه جون مرد گفتند حق تا گرفتی. خداوند جل و علا ملائکه عذاب میگه که اینا بسر به دوزخ بره. یک گروه علما را میارن میپرسن، میگه چیکار کردی؟ میگه پروردگارا در راه تو علم آموختم، دیگران را علم آموزاندم. میگه نه، تو این علم کردی، تعلیم کردی، تعلیم گرفتی. میگفتی مقصد بود که مردم علامه بگن، عالم بگن، گفتند حق تا گرفتی، دیگه چی ثواب نمیگیری. یک گروه غازی‌ها را میارن میپرسن چیکار کردی؟ میگه پروردگارا تو من در و جنگ کردم، بر کافرها جنگ کردم، کشیدم. میگن که نه، تو برای گفته بودی که مردم بگن که بسیار جسور گفتن، امروز دیگه تو ثواب نداری، جای تو دوزخ گفته. همش برای همون محترم عزیزان، برای قبول عمل یکی ایمان، یکی همون چی شرط است. لابد محترم عزیز بچه جان، برای همون محترم عزیزان شرط باید که هر کاری که میکنیم اخلاصمون و صدقمون فقط و فقط برای رضایت خدا باشد. بعد از همه عمل ما ثواب و مکافات و او عملمون ارزش داره. این عمل، این رفتار، این خصلت، این صفت صحابه های حضرت پیغمبر و شاگردای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که خداوند جل و علا او را چند جای قرآن را مدح کرد و چند جای قرآن را رضایت خودش آشکار اعلان کرد که من از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت پیغمبر را گفت که من از شاگردان تو راضیم. و خداوند جل و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق صحابگان گفتن که الله الله فی اصحابی، اصحابی کن نجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابگان من و منزله ستارگان در حق صحابگان من از خدا بترسید، در حق اولاد اصحابی ما را شما دشنام ندهید. صحابگان من همین خیلی انسان هست که بالفرض و تقدیره که اگر یک آدم ده من بعد صحابگان خداوند جل و علا یک کوه احد چین یک احد طلا ملک شخصی بگرداند، همون طلا را در راه خدا صرف کند، این صدقه کردگی صرف کردگی برابر یک مشت یا نیم مشت صدقه کردگی صحابه نمیتواند گفت، زیرا اونها را اخلاصشون خلوصشون هم خیلی پاک بودن. نباید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد درباره روز میثاق میگفتین. سلامت باشید. سلامت باشید. خب بعد برای همون حضرت امام اعظم
رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش میگه که اسلام، ایمان و اسلام چی است؟ ایمان به معنای تصدیق است و اسلام به معنای چی؟ قبول، تسلیم. لکن در اصطلاح شریعت ایمان و اسلام یک چیزه و منزله پشت به روی شکم. همچنانی که پشت را به شکم و شکم را به پشت تصور کرده نمی شود، این چنین ایمان اسلام هم خیلی که ایمان به اسلام و اسلام به چی؟ به ایمان تصور کرده نمی شود. اطلاق اسلام به ایمان و ایمان به اسلام در احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید آمدگیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقت هم می اومدن میگفتن که دیگر نمایندگان دیگر قبیله ها می اومدن میگفتن من ایمان یا رسول الله، میگفتن الایمان اطعام السلام و اطعام الطعام و افشاء السلام. این از جمله ظاهرا از جمله اسلام است. میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اطلاق کردن وقتی پرسیدن که اسلام چیست، گفت که چی است؟ سلام و آشکار کردن در مابینتان و طعام دادن برای مسکین ها گفتن. یا که نباشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ایمان 70 چند چی داره؟ شاخ داره. اعلاها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بلندترین شاخ ایمان گفتن که میراندن چی است؟ کلمه چی است؟ شهادت است که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول. و پایانترین شخص گفتن میراندن اذى، میراندن انسان ها رو ضرر میکردگی چیزها، آدم‌ها را ضرر میکردگی چیزها ایراه دور کردن، مثلا خاره، سنگ مواد در دست پای یگم کس میخواد یا که در پای یگم کس میخواد، همین رو دور کردن چی گفتن؟ انا ایمان گفتن. و برای همون قولون که از سیاست از اسلام است، نه که اطلاق شد در ایمان گفتن. برای همون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن این دلیل بر همیه که ایمان و اسلام چی است؟ در اصطلاح شریعت یکی، اگر چندی از جهت لغت فرق داشته باشند هم. برای اون که علمای اهل بدعت از جمله معتزله و روافض میگن که ایمان و اسلام فرق داره و دلیلشون همیه که همون دلیل چی میارن؟ آیه 12 سوره حجرات میاره که استعیذ بالله اذ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. انا میرن دلیل میارن. حضرت امام ماتریدی رحمت الله علیه در کتاب تعویلات حدیث اهل سنت در تفسیر همین سوره گفته که اینجا همین با همین آیه دلیل کرده ایمان و اسلام فرق داره. گفته همین دلیل کردن چیزی باطل است، زیرا او در حقیقت ایمان منافقان نازل شده. گفته حضرت امام ماتریدی رحمت الله علیه در کتاب تعویلات اهل سنت و جماعت در بیان همین آیه حضرت امام ماتریدی رحمت الله علیه چنین بیان کرده که با این آیه استدلال کرده ایمان و اسلام فرق دارن، گفتن باطله گفتن. و حدیثی که با حضرت جبرئیل، حدیث جبرئیل میگن که حضرت عمر گفته که مل ایمان و الایمان ان تؤمن بالله مل اسلام، گفتن شهادت ان لا اله همین دلیل کرده میگن ایمان و اسلام دیگه. علمای اهل سنت و جماعت در پاسخ اونها میگن که اینها جهت فرق کردنشون از جهت معنای لغویشونه که معنای لغوی ایمان و معنای تصدیق، معنای لغوی اسلام و معنای چیه؟ به گردن گرفتن، خضوع و چیه؟ و تسلیم هست. گفته بیان میکنن. و قول مشهور عرب ها وجود داره که عرب ها میگن که اذا اجتمع فافترقا و اذا افترقا فاجتمعا. وقتی که ایمان اسلام گفتن جمع شوند جدا میشوند، وقتی که جدا شوند جمع میشوند. یعنی چی معنا داره؟ وقتی که اگر ایمان و اسلام نوشته شود اینجا چیه؟ جدا میشه. اگه معنای لغویش اینو اگر به شرطی وقتی جدا شوند ایمان گفت در تحت ایمان اسلام هست، وقتی که اسلام گفت در تحت او اسلام هست. محترم عزیزان بزرگان همیشه بیان میکنند درباره ایمان و اسلام. انا برادر عزیزی که سوال دادن که خیلی موضوع صحبت ما درباره اون نبود، به هر طریق گفتن که درباره روز نساء بیان کنیم. گفته است پیغمبر خدا صلی الله در آیه قرآن اومد خداوند جل و علا وقتی که حضرت آدم علیه السلام خلق کرد و ذریه آدم علیه السلام را از پشت او خلق کرد و منزله مرشحه که مایده گفته در کتاب فقه اکبرش حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیان میکنه. زیرا او را خلق کرد، او را عقل داد، امر کرد، نهی کرد، گفت در اونجا خطاب کرد که الست بربکم، آیا نیستم من پروردگار شما؟ در اونجا همه که هر ذریعه تا روز قیامت میشه همه
اقرار کردن که بله حال و بلا هستی تو پروردگار ما. گفته پروردگاری خداوند جل و علا را قبول کردن. اما را روز میثاق میگن هر ولد، هر فرزندی که تولد میشه، خواه از مسلمان خواه از کافر، با همون ایمان فطری میگن و ایمان خلقتی تولد میشوند، بعد او کلون شوند، بعد همون ایمان را دوام میدین یا که تغییر میدین. گفته حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان میکنه که برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام در حدیث مبارکشون فرمودن کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن هر فرزند آدم تولد بشه به ایمان فطری، بعد پدر مادری او هست که اگر جهود باشد جهود میکند، نصرانی باشد مجوسانه میکند، مجوسی باشد مجوسی میکند. در دوام حدیث نگفتن او یمسلمانه، پدر و مادری اون مسلمان باشد مسلمان گفتن، نگفت برای که اون مسلمان تولد میشود. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رول پدر و مادر را برای تاثیرش، برای تربیتش، برای فرزندان اینجا بیان کرده که بسیار تاثیر داره. بسیار پدر و مادر برای چی؟ برای خلق گرفتن بسیار چی میکنن؟ از پدر و مادر تعلیم میگیرن. محترم عزیزان، ما در اینجا حضرت علامه مغنیساوی هم در شرح فقه اکبر کتابش بیان میکنه که و ایمان اهل السماء والارض لا یزید ولا ینقص من جهت المؤمن به و یزید و ینقص من جهت الیقین و التصدیق. یعنی ایمان اهل آسمان و زمین زاید کم نمی شود از جهت مؤمن به، از در اصل که مؤمن به زیاد کم نمی شود، یکی از جهت یقین و تصدیق یعنی از جهت صفت فرق دارند. یعنی ایمان الملائکه و ایمان الانس والجن لا یزید ولا ینقص فی الدنیا والآخره من جهت المؤمن به. ایمان اهل آسمان یعنی ایمان ملائکه ها، ایمان انسان ها و جن ها زاید کم نمی شود، نه در دنیا نه در آخرت از جهت مؤمن به، ولیکن کم می شود از جهت چی؟ انا از جهت عمل صفت زاید میشه. لأن من قال آمنت بالله و بما جاء من عند الله و آمنت برسوله و بما جاء من عند رسول الله فقد آمن بجميع ما يجب به فهو مؤمن. انا شخصی میگه که من باور کردم با آن چه که از نزد خدا آمده است و باور کردم به رسول خدا با آن چه که آمده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، او ایمان آورده است به جميع آن چه که ایمان آوردن به همون چیز واجب است او ایمان آورده. و من آمن ببعض ما یجب الایمان به بیان آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله ولم یؤمن بالیوم الاخر فهو کافر. این اگر شخصی بگه که من ایمان آوردم به بعضی اون چیزی که واجب میشود به همون چیز ایمان آوردن، و یکی من ایمان آوردم به ملائکه ها، به کتاب ها، به رسولش، و یکی ایمان به روز آخرت نداره بگه، او شخص کافره. و من آمن بالله و رسوله ولم یؤمن بغیرهما فهو کافر ایضا. یک بگه من ایمان آوردم به خدا و به رسول و ایمان به دیگرش نآوردم، اون چیز کافر است. فلا فرق بین من یؤمن ببعض المؤمن به و بین من یکفر ببعض المؤمن به فکونهما کافرین حقا. نیست فرق بین آدمی که بعضی مؤمنان میگن مثلا چی میشود انا ایمان میارن و بین شخصی که همه مؤمنان میگه کافر میشود. در کافر بودن هر دش چی است؟ برابر هستند برادران عزیز. و المؤمنون مستویون فی الایمان و حسب مؤمنون ها برابر هستند و توحید یعنی توحید نفی شرک در الوهیت و ربوبیت و خالقیت و ازلیت و قدیمیت و قیومیت و صمدیت برابر هستند. و من نفی شرک فی بعضها دون بعض فهو مشرک لا موحدون فلا یزید توحید ولا ینقص عن هذا الوعد. گفته این خلاصه در عمل متفاضلون فی الاعمال، گفته و فرق کردن در چی؟ در عمل در طاعات ظاهره و باطنه در چی میکنه فرق دارن. و هذا يدل على ان العمل الصالح ليس جزءا من الايمان. انا دلالت میکنه که عمل صالح از جمله ایمان جزء ایمان نیست، زیرا که عمل زاید کم میشود. لان بعض الناس يحافظون من الصلوات الخمس كلها، زیرا که بعضی مردم هستند که با همه نمازها را حفظ میکنند و بعضهم یصلی بعضها و صلوات بعضی نمازها را چی میکنند حفظ میکنند و صلات من صلی بعضها صلات صحیح. بعضی انسانی که بعضی نمازها را میخونه بعضی نمازها را نمیخونه صحیح است، باطل نیست. و صوم شخصی که رمضان همش روزه میدارد و بعضی شخصی که بعضی روزه میدارد روزش صحیح
دیانت قبول بسوی چیه همشون اذیت درسته باطل نیست لیکن دیگر اعمال هم فرضها و نافله ها و ایمان هم مساوی همین هم همین خیلی لیکن ایمان خیلی نیست. ایمان شخصی که ایمان آورد به بعضی مومنبی ایمان صحیح نیست بلکه او ایمانش باطله و منزله شخصی که است کسوم من صام ببعض یوم واحد ثم افطر. برادران محترم، وقتی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه بیان میکند و شاگردانش بیان میکند که ایمان زاید کم نمیشود، دیگر مذهب جمهور دولتی علماها میگن ایمان زاید کم میشود. دلیل سوال ها وارد میشود در باره حضرت امام اعظم و شاگردانش که شما میگه که ایمان زاید کم نمیشود. آیات های قرآنی آمده است کل ما تلیت علیهم زادتهم ایمانا گفتگی لیزداد ایمانا گفته. آیات های قرآنی آمده این چی میگه گفته بحث وارد میشود. حضرت علامه تفتازانی رحمت الله علیه در کتاب شرح عقاید نصفش بیان میکنه که در جایی که ایمان زاید شود گفته اشارت کردگی باشد او آیات ها بر اصل حمل میکنن بر اصل سعادت، یعنی که به احوال اسلام اصل صحابه را در نظر دارد که شما یقینا میدونید که اسلام یک بار نآمد، در مدت 23 سال کامل شد. در مدت 23 سال کامل شد، یعنی ایزای شدن ایمان را فقط تصور کرده می شود. درباره ایمان صحابگان هر حکمی که از جانب خدا می آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را به اصحاب می رسوندند. اصحاب بیچون چرا او را قبول داشتند. برای همون ایمان در مدت 23 سال این دین کامل شد. خداوند جل و علا خودش میگه که استعیذ بالله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا گفته در قرآن بیان میکنند. برای همون وقتی که ایزای شدن ایمان فقط تصور کرده میشه به اصل سعادت. وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس پرده شدن دیگر احکام شریعت از آسمان نآمد. دیگر هر چیزی که حضرت پیغمبر رسیدگی و رساندگی بود همون چیزی که هفت ایمان پنج اسلام اصل ایمان عبادت است. همین چیزا کسی که اگر بشتی همون ایمان بیره ایمان چه ایمان کافر. کسی که اگر کسی که اگر بشتی که رکن اسلام ایام چه اگر شده قبول نکنه او هم چیه کافره. یکی آدم بگه که من مثلا قبول دارم نماز فرض است لیکن نمیخونم و روزه فرض است لیکن نمیگیرم، زکات فرض است لیکن من زکات نمیتونم بگه او کافر نمیشود. برادران عزیز او خدا چی میگن فاسق میگن. لیکن یا نعوذ بالله بگه که نماز فرض نیست، زکات فرض نیست، زنا حرام نیست، علی حرام نیست بگه البته کافر میشود. برای همون پنج اسلام اگر قبول نکنه او کافر میشود. لیکن به سبب نکردنش او را نسبت کافر گفته نمیشود. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش بیان میکنه که ولا نکفر احدا بذنب من الذنوب و ان كانت کبیره اذا لم يستحلها. نسبت کفر نمیدهیم مؤمن رو با کفری اگرچند او گناهش کبیره هم باشه وقتی که حلال نشماره به سبب گناه کبیره ما نمیگیم که این مؤمن کافر شد از ایمان برآمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوندا همه ما و شما را به راه راست هدایت کنه. محبت خدا و رسول صحابه رو خداوند در دل یکایک موجود کنه. این تنجی امانی، این صلح و صلاحی که در کشور عزیز ما است خداوندا این نعمت رو تا روز قیامت از سر ما پروردگار هرگز ظاهر نکند. شکرانه این نعمت، شکرانه باید که ما این نعمت رو کنیم که سببوار اینها که بعضی انسان هایی که خیرخواه برای ملت و برای مردم خلق از خصوص پیشوای معظم ملت خداوند به همه مقصدهای عالی‌ترین خیر موفق بگردونه. هر نیتی که برای کشور عزیزمان، برای آبادانی کشور، برای خلق عزیزمان دارن خداوند به تمام مقصدهای عالی‌ترین خودش موفق بگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.